سلام عرض میکنم به همه دوستان خوبم. چون همیشه سرخط رویدادها تقدیمتان در همین وقت و ساعت از رادیو آزادی. در برنامه امروز از آن میگوییم که تاجیکستان مرز خود را برای رو و با ازبکستان پرره باز نمود. در ماندن دهم مسافران تاجیک در فرودگاه‌های مسکو. یک مهاجر کودک 10 ساله را از مرگ نجات داده است. نگاهی میاندازیم به موضوعهای اخباری آزادی و البته سوال و شرح‌های شما. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از ساکنان خواسته است که تا آخر هفته جوری از احتیاط کار بگیرند، چون در کشور بارشات زیاد می شود، از جمله در شهر ترسونزاده. ولی یک خبر دیگری مربوط به شهر ترسونزاده و عموما نواحی مرزی با ازبکستان این است که تاجیکستان از امروز مرز خود را برای رو و آب با ازبکستان پرره باز میکند. چون این تصمیم به خاطر به اعتدال آمدن وضع بهداشتی در تاجیکستان و تقویت رابطه ها با ازبکستان گرفته شده است. سرحد دو کشور از ماه اپریل سال 2020 با دلیل خروج کووید 19 رسما بسته بود. در برنامه اخباری آزادی همکاران ما برایتان بینندگان عزیز از مرز ازبکستان گزارش می‌دهند. 10 نفر از مسافران تاجیک 4 روز باز نمی‌توانند از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به وطن پرواز کنند. خود مسافران از داخل فرودگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کسی حاضر نمی‌شود تا مسئله را به آنها شرح بدهد. مهاجران میگویند آنها را میبایست اورالسکی آویالینی به تاجیکستان می‌آورد. در نوارها دیده می‌شود مسافران که میان آنها زنان و کودکان نیز هستند در بالای فرش نشسته یا خوابند. در عین زمان مسافران تاجیک از فرودگاه دمدید و نیز میگویند 3 روز می شود در اینجا بند ماندند. مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه تأخیر پروازها را تا حال توضیح نداده است. دوستان عزیز، صبر مشاهده کردن بیشتری شما در شهرهای خود اوید نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان سوال کردید. خب دیروز در این باره در برنامه نوید بامدادی مفصل معلومات داده شد که حالا یک خلطه ارد 50 کیلویی از 270 سومانی تا 340 سومانی ارزش دارد. البته با نظر داشت تحولات جهانی و قرب دلار و روبل روسی، نرخ مواد غذایی و سودشوری در تاجیکستان هر لحظه میتواند عوض شود. ما این مسئله را زیر نظر داریم و در صورت کمترین تغییرات شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت. رادیو آزادی همه سوالها و درخواستهای شما را به نظر میگیرد و تشکر میگوییم که برنامه‌های ما را پیگیری میکنید و فکر و نظرهای خود را بیان می‌دارید. آخر هفته گذشته در ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. هرچند نتیجه های آن تا حال اعلان نشده است، اما بسیاری ها سردار بردی محمدوف پسر رئیس جمهور آن کشور را رهبر آینده ترکمنستان میدونند. در تاجیکستان به این تحولات چی نظر دارند؟ تا کجا چنین سیناریا میتواند در دیگر کشورهای منطقه آسیای میانه، البته تاجیکستان، تکرار شود؟ اگر به این سوال ها پاسخ گرفتن میخواهید، پس 3 ساعت بعد بینندگان عزیز در برنامه اخباری آزادی ما را همراهی کنید. دزدای تاجیکستان که آخر هفته گذشته در شهرهای اقتیپه قزاقستان از گاز اکسید کربن زهرآلود شدند، در شعبه احیاگری بستری می باشند. بنا به اطلاع پلیس قزاقستان، این دو جوان تاجیک در راه در ماندند و برای نجات از خنکی محرک ماشینشان را به کار درآوردند. ولی آنها را خواب برده و با سبب دود را نفس کشیدن از هوش می روند. بعد قطع علاقه با این دو جوان، پیوندانشان پلیس را خبردار می کنند. کارمندان مقامات حفظی حقوق به جستجو برآمده زادگان تاجیکستان را در توقفگاه پیدا کردند. آنها را در حال به بیمارستان انتقال دادند. در نوبت خود یک مهاجر تاجیک کودک 10 ساله را در مسکو که بر ریلس مترو افتید از مرگ نجات داد. به نوشته کامسомольская правда، پسر بچه سرگرم بازی در تلفن شده ناخودآگاه به قطار مترو سرازیر می‌گردد. با دیدن این حالت مهاجر 40 ساله تاجیک به کمک شتافتن نابالغ را به بیرون کشید. تاکنون در روسیه چندین مورد رسانه‌ای شده است که مهاجران تاجیک حتی در عوض جان خود آدمان را نجات دادند.
با دلیل پایین رفتن قرب روبل و کم شدن معاش بخش قابل ملاحظه مهاجران از آسیای مرکزی می توانند تدریجا روسیه را ترک کنند. چنین اندیشه را ویتالی فیدین رهبر مرکزی کورشناسی مناسبت‌های مهنتی و حفظ مهنت دلوی روسیه بیان داشته است. به گفته او سال جاری بیش از 16 میلیون نفر در قید مهاجرتی قرار دارند و احتمال می رود که بخشی از آنها جای کار خود را برای شهروندان روسیه خالی نمایند. بینندگان عزیز، نفرانی که ما را از روسیه تماشا میکنید، آیا چنین وضعیت به فعالیت و زندگی شما هم در این کشور چه تاثیر رسانده است؟ در زیر همین برنامه و یا صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به ما نویسید. قزاقستان بیرون برآوردن اسعار خارجی و طلا را محدود کرد. 14 مارت پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف امری صادر نمود که بر پایه آن از این کشور بیرون برآوردن بیش از $10,000 نقد منع و میله‌های طلا منع می شود. بعد از حمله روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه کشورهای غربی تحریم روسیه را توسعه بخشیدند. در این دوره قرب تنگه پول ملی قزاقستان تخمینا 20% پایین شده است. هفته گذشته بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که تا 9 سپتامبر بانک این کشور به شهروندان از $10,000 نقد بیشتر پول نخواهد داد. کشورهای غربی دسترسی بانک روسیه به اسعار خارجی را محدود نموده بعضی از آنها را از نظام انتقال پول با نام سویفت خارج کردند. بینندگان عزیز، حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. امروز 15 مارت $1 13 سوم نرخ دارد، 1 یورو 14 سوم و 24 درهم مقرر شده است. طبق نشان دهنده بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی 117 سوم می باشد که نسبت دیروز 6 سوم بیشتر است. ولی بانک‌های تجارتی میگویند امروز روبل روسی بر عوض 110 سوم عوض می باشد. دوستان مهربان، من ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو برای تقدیم برنامه اخباری آزادی به استودیو برمیگردم. تا اون دم برایتان برای کار میخواهم.